bazı bloggerها konkursش بخرده بودم من در لاتاری کنده بودم کنسانسیم بخریم اگه ماشین می‌بودیم می‌خوایم که مردم همین روش ماشین خریدیم کار درسته یا قیمار داده بود این قیماری مطلقه بیش شک شبهه هر عمل هر کاری که مقصدی مبلغ میمونی یا ای مبلغت بیشتر میگیری یا مبلغت ای دستت میره و این قیماره مطلق حرامه نعوذ بالله کسی اگر امر حلال بدونه ای دولت الاسلام خارج میشه اگر کسی ندونسته همی کار کرده باشه باید توبه کنه و پولی که این مردم گرفته است بر بگردونه بده و این نوع قیمار از گناه های کبیره بسیار حکمش سخته این الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان خدای بزرگ در قرآن گفت شراب نوشی قیمار بازی میسرش قیمار بازی است بت پرستی در پیش بت اپرتفتن اینا نجاستی هستند از عملهای شیطانی باید توبه کنه پولی مردم بر بگردونه بده و بفهمه که حرام قیمار چه جایی این کار که این جای شک شبهه نیست بالفرض دو کس بیلیارد بازی میکنن میگه که کسی اگر بازی را پولکی نیست این مثال کسی میگه بازی را باخت سومی بیلیارد همون میده اون برای بازی پول میتی کو انمی قیمار میشه و حرام میشه که بازی کرده است که اون مرد باید پول را بده نه که اگر همین شرط همین باشه که آدمی باختگی سومی بیلیارد نمیده یا که شرط قیمار حرام میشه هیچ جای شک نیست که عمل قیمار است حرام در تلفنمون برنامه‌های نشان دادن قبله ما همه استفاده می‌کنیم قبله رو جستجو می‌کنیم مفکر می‌خونیم یک گروه برادرها هستن که میگن نه طرف افتاب نشین باید بخونیم ما از همین مگه قبله نما استفاده می‌برم و افتاب نشین می‌خونم کدامش درسته ماشاءالله در اصل 21 زندگی می‌کنیم و هولی هم اندیشه و فکر و همین نمیدونم معصوم میونه در کلامونه در اسلام یک چیز معین است مشخص است اکسیوم های استخبار فوق تحرر با علم عمل کردن ای توکلی عمل کردن در بلو میستن چیزی با یقین میدونی توکلی قطعی نمیشه اینا ببین وقتی تو با یقین قبله را میدونی بگوی من توکل میکنم همیشه میخونم نماز درست نمیشه ببین استخبار فوق تحرر اوخی الحمدلله در اصل 21 زندگی میکنه برای که همون قبله نماها قبله را نشون بدن میلیاردها دلار صرف شده است برنامه های مخصوص گرفتن کسموس بردن برای او را برآوردن به پل نمیبرد کو این همی راکت های راسیسکی این همی بپرن همی سیوز دیگرش میبرورن کو اوخی برنامه ها را میگیرن میبرورن در عوض پول میبرورن او خیلی مبلغ صرف میشود از کسموس معین میکنن قبله را جهت شا ساعت های نماز همین قدر آسانه کردن خوی دیگر همین در دهن مومودی باید مقرد کنیم فقط همون مستپلاژینی را باید تغری کنی اگر هم مستپلاژینی را تغری کنی این علمه با علم عمل کردن واجب میشه طرف افتادشین سبحان الله طرف افتادشین هر جا هر کلای مثلا در ملکای مغرب اینا در مصر و مراکش و اوسو طرف افتابرو میخونن قبله جای طرف افتابرو ای کو ما همه عادت کرده ایم طرف افتابنشین با او خاطر که ما اصلی مشرقی یعنی قبله در طرف مغربی ما است همین هم کسی که بگه همین من ایمینو همین طرف افتابنشین میخونم کو غلط میکنن وقتی صحابه اومدن تو همین بلخ اومدگی هم صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم در همینجا معین کردن قبله را گفتن قبله در اینجا مابین مغربین ای مغربین مغرب زمستان و مغرب تابستان افتاب در زمستان و تابستان فرق میکنه در زمستان چپتر ای بگیم در تابستان راستر ایست انا همین هم میگه طرز باید تقسیم کنیم موافق همون قول صحابه هم که 3 حصه تقسیمش میکنیم همین فاصله را ای 3 2 حصهش طرفی تابستان میپر توی ایسو ای 3 1 حصه ای طرف زمستان با وجود همو 20 گرادوس فرق میکنه همینجا 20 گرادوس انحراف هست میفهمی 20 گرادوس کمتر اسکاژن داره بله اگه مقصد که
اگر ما همجا فاصله نگیریم طرف هم دای مغربی زمستون بگیریم بهتر خوبتر میشه و برای که زمان پیش این علمو نبود مشکل بود ایران معین کردنش این خیلی کجای امکانات شرایط بود حتی خدا رحمتش کنه ابن عابدین شامی را در همین کتاب رد المحتار آورده است میگه من مسجد خیفه مقایسه کردم و مشاهده کردم همون یک کم انحراف داره یعنی چند گرادوس انحراف داره که از مسجد حرم تا خیف اگر انت راستکی بگیریش ممکن 5-6 کیلومتر باشه همونجا انحراف هست میگه اما امروز خداوند برامون امکانیت داده است مقصد این همی کارا را کاربرد کردن کار کردن برآوردنش ای کسموس معین میکنه جهت قبله را حتما باید معین کنیم و بخونیم برای همین ای روسیه وقتی که طرف افتوشین میخونن که نمازشو درست نمیشه روسیه تا کجا ای بو روسیه ای بو خیلی بالاتر میشه اینجا طرف افتوشین کجا میشینی طرف افتوشین غرب ای روسیه گمان میکنه که سین جنوب باید بخونی این طرف بخونی برای حد واجب است امروز با علم عمل کردن اگه در روسیه هم قبله نماها کردگی هم چون معین کردگی هم بالفرض جنگل باشه جای باشه که ندونن امروز تلفن ها هست دیگه بهونه گفتن نمیشه باید قبلهشون رو معین کرده و موافق که نماز بخونن او قولهایی که پیش میگفتن که اذا مقصد که اگر به شرطی که رخساره راست یا رخساره چپ طرف قبله باشه نماز درست میشه و وقتی بود که انیق تعیین کردش نمیشه مثال در پیش اگر خانه کعبه باشه خیلی گپ نمیشه وکو انا همین خاطر مقصد که انا باید که به علم عمل کنیم استخبار فوق تعرض گپی برادر درسته او کسایی میگن که طرف افتوشین میخونه و بسیار زعم خطا دارن کار خدایی که آیا نماز شو درست میشه یا نمیشه فقها همین تا 45 گرادوس اجازه دادن اگر 45 گرادوس انحراف تا 45 باشه میگن نماز درست میشه اذا تیامن او تیاسر صحه همین 45 گرادوس های میگه ای 45 گرادوسش میگن نماز درست نمیشه اگر قرضدار باشی آقای آدم منو بگیم همون سما در اون مسجد آدم بیمار خیر که نمیشه ماشاءالله شخصی اگر قرضدار باشه و آدم میره که باید پول قرض به او بر بگردونه نیوه اگر به شرطی که بشناسه همون را بدونه که اینم حتی مرده باشه هم صاحب درکاش هستن فرزندوش هستن حتما باید مال به صاحب مال برسونه برای فرد و روز قیامت دعوگر هم صاحب مال هست همین امکان و علاجش باشه حتما به صاحبش باید برسونه بعد مرگ بعد مرگ هم که باشه به وارثاش برای برسونه اما اگر حالت میشه که یک از قرضداری دیگه نمیدونیش او کیه نه نامش میدونی نه ادرسش میدونی مدت ها میگذره همین حالت بهترین کار همین است که نام صاحبش بگیری خیرش کنی انشالله در مسجد خیرش کردی و صدقه جاریه میشه یگان کم بغل دم که خیرش کردی نام صاحبش میره در حدیث ها اومده است که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که همین خدای بزرگ عمل خیره اینمی صدقات و خیرات تربیه میکنه به حد کلان میشوه که الهی توبه اول توی چاکای بعد یک اسبی مست میشوه و گله میشوه و فرد روز قیامت وقتی که صاحب پول دعوا کرده ای کشتلت گرفت میگن که اوخی نمیره اینا میته خیر کرده است اینایی قدر شید است اینمی قصواب نمیخوهی اوخی جانکنی همه برای هم جنت او قصواب بیتر نمیخوهی با دل جان قبول میکنه در حدیث اومده است حضرت انس ابن مالک روایت میکنه حدیث در المستدرک علی صحیحین امام حاکم اومدگی است میگه بار همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم حضرت تبسم کرد همین که تبسم فراخی کرد که دندانای پیشش نمودار شدن میگه بدت فنایا حضرت عمر میگه در نزد ششته بود گفت بی ابی انت و امی یا رسول الله ما از حکک پدر و مادرم فدات شوا ای حبیب خدا چرا خندیدی چی چیز ترا خندان حضرت گفت رجلان من امتی جثی بین یدی رب العزه گفت همین یک صحنه روز قیامت خدای تعالی حاضر برای نشان داد
دیدم که 2 نفر از امتام ولی زمانی گذشته و حاضره و آینده این برای ما را مشکله پیش پروردگار خیلی اتریبوتون نیستن خیلی گپو نیستن همه گذشته و حاضره و آیندهش همش یک چیه حضرت میگه حضرت خداوند حجاب از پیش چشمم گرفت هم یک صحنه که روز قیامت دیدم که 2 نفر از امتام سر زانو ایستادیان در پیش پروردگار حساب و کتاب میشوند یک نفرش گفت که یا ربی خذ لی مظلمتی من هذا پروردگار گفت حق من عیب بگی بتیم او شاید قرض باشه شاید غیبت باشه شاید تهمت باشه حکم برادره حکم قرض بگیم وابسته به قرض و میگه الله ذوالجلال گفت که رد علی اخیک مظلمته بر بگردون بتش گفت امروز روزی هست که گوسپند بیشاخ قصاص کرده میشه و اگر بشر گوسپند شاخ داره که گوسپند بیشاخ شاخ زده است همون را قصاص میکنن و میگه همون آدمی که قرض داره گفت یا ربی لم یبق لی من حسنات شیء پروردگار رو هیچی ندارم دیگه اونجا درهم و دینار نیست قرضدار که باشی ای نمازت میگیرن ای طاعت عبادتت میگیرن ای روزت میگیرن هیچی ندارم خدای و همش دعواگرا گرفتن خیلی اینا چی بتم و میگه خداوند متعال گشتی مرد گفت که کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناته شیء آخه از همه برادرت هیچی نداره ای بیچاره چی میگیری چه قرض میگیری میگه گشت گفت که یا ربی فلیحمل عنی من اوزاری پروردگارو گناههای مرا یک قسم شب گیره در گلوش بار کنه آخه او ثواب نداره من گناه دارم کو گناه هم بگیره کم کنه بگیره در گلوی مونه حضرت میگه گریست وقتی همی سخنه گفت این ذالک لیوم عظیم این روز به نهایت روزی بزرگ است یوم یحتاج ناس فیه الى ان یحمل عنهم من اوزارهم این روزی است که همه منتظرن همه محتاجن که یک سرک گناهش نه یک از به کله بگیرن پدر و مادر مشتی پرد گردنکاشو کج بیاین بچه جان ما همیشه یک کمبودیه کردم همیشه نمیگیری که اندک ترازم سبکترک شوم طرف گناه ای پیش پدر و مادرت میگریزی مرگی جوان مرده که ای پیش پدر و مادر بگریزه و قرضای دیگران را به طاعت عبادت رست شد کنه آدمی به عقل در همین دنیا فکری آخرت چه میکنه همیشه رست شد میکنه و میگه از بس که این مردک هم مردک خوب صالح بوده است آدمی خوب بوده است خیلی هم قرض در کلش بوده است نتونسته است پروردگاری بزرگ میگه دعواگرم رجوع میکنه میگه ارفع بصرک فانظر فی الجنان سر بردار تو جنت تماشا کن تو چی دعوا داری یا سر بردار میگه سرش میبرداره هوش سرش میکنه میگه یا ربی ارا مدائن من فضه و قصورا من ذهب مکللتا باللؤلؤ پروردگارو این شهری که مثل نقره خام میدرخشه اوی قصرهایی که همه مثل تیلو هم با همون ریمونتو همه مزایکش همش ای بریلیان این مولی کیه فما یملک ذلک حضرت خداوند میگه انت تملکو این همیولا تو دمیتو و میگه بیماذا یا ربی ای من چی کاری خوب خیر کردم که این قدر نعمت برای من میتی حضرت خداوند میگه بی عفویک عن اخیک این همی گناه میره ببخش ای بحری دعوت بگذر من همیو رو برات میتم و وقتی او رو میبینم میگه قد عفوت عن من دعوا ندارم رایشیش دعوا ندارم و حضرت خداوند میگه خود بیاد اخیک فادخله الجنه انا اگه دستی برادر تا بگی و جنتش بر تو وقتی که همون آدمی که قرض داره کو تا ایو قرض داری تو همون نبخشه الله ذوالجلال نمیبخشد یعنی مردکی خوب بود است که خدای بزرگ برای سعی کنه که قرض رو در همین دنیا بده همه ای در صورتی هست همون خیر کردن از نامش که ندونی ولی بعضی وقتش در دزدی دیان غورت کرده گیان روهای دیگه قطع گرفته گیان ظلم قطع گرفته ایزا میکشن و میگن همین ما خیر کنیم خیلی میشوه درست نمیشوه او را میرای تا بیشش پحیلی طلب میکنی که برادر عزیز ما همی کورا با نووچ ایت گرفت بودیم او را ببخش برمیگردونی در صاحبش میتی
اگر بالفرض صاحبش کی نباشه صاحب درک داره کو وارث داره کو وارثاش دم میرسونی و ایلو اگر همی کار نکنی کو میلیون ها بنامش هم که صرف کنی فایده نمیکنه و جنایت دوستی و جنایت حق مردم گرفتن و دیگر در پیش